با سلام خدمت شما دانش آموزان ایران. من درسیار کمکی هستم و با نمونه سوالات امتحان نوبت دوم جغرافیای دهم انسانی در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال ششم قسمت سوم هستیم. جای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید. الف، متخصصان برای دستیابی به میزان افزایش و کاهش جمعیت رشد طبیعی را اندازه میگیرند. ب، گروه سنی بزرگ سالان شامل افراد 30 تا 59 سال می باشد. و پ، جابجایی بین دو واحد جغرافیایی را مهاجرت می گویند. سوال هفتم، جملات سمت راست را به اصطلاحات سمت چپ ارتباط دهید. بیاییم از اولی شروع کنیم. الف، شهربان در عصر هخامنشی میشه ساتراپ. و دومی، در تقسیمات کشوری بخش تابع کجاست؟ جواب می شود شهرستان. پ، آریاییان آبادی های کوچک را چه می نامیدند؟ جواب میشه ویس. و کوچکترین واحد تقسیمات کشوری هم که میشه دهستان. بریم سراغ سوال هشتم. سوال 8، پاسخ کوتاه دهید. شهری در شمال غرب کازرون که به علت جنگ و بیماری از بین رفت چه نام داشت؟ بیشابور. به شهرهایی که جمعیت بیش از 1,000,000 نفر داشته باشند چه میگویند؟ کلان شهر. پ، حرکت جمعیت از شهرهای بزرگ به مکانهای کوچکتر یا روستاها را چه میگویند؟ شهر گریزی یا مهاجرت معکوس. نقش بندر انزلی چیست؟ شهر انزلی می شود نقش بندری داره، همونطوری که گفتم. سوال نهم، گزینه صحیح را انتخاب کنید. یکی از اساسی ترین نیازهای انسان نیاز به غذا است. ب، کدام گزینه از موارد زیر مربوط به کشاورزی نیست؟ جواب میشه گزینه 3، جنگلداری. پ، کدام محصول باقی از مهمترین اقلام صادراتی کشور محسوب نمی شود؟ جواب می شود گزینه 2، گردو. ت، مجموعه فعالیت هایی که به تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد مختلف و تبدیل آنها به محصولات جدید می شود را چه می نامند؟ جواب می شود صنعت. سوال دهم، شکل روستاهای زیر را مشخص کنید. در نواحی کوهستانی روستاهای پلکانی، در نواحی مرکزی ایران روستای متمرکز و در نواحی مرطوب شمالی روستای پراکنده و در نواحی کنار رود یا جاده طولی و خطی. 11، جدول زیر را کامل کنید. اشایری معیشتشون میشه دامداری، روابط اجتماعیشون میشه قبیله. روستایی معیشتشون میشه کشاورزی و همکاری و پایبندی به آداب و رسوم هم دارن. نوع زندگی آخر میشه شهری، صنعت و خدمات و تفاوت بین آداب و رسوم دارن. سوال 12 رو با هم بخونیم. قانون 70 چیست و چگونه محاسبه میشود؟ زمان 2 برابر شدن جمعیت 70 تقسیم بر نرخ رشد جمعیت است.